دانشجویان دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان در آزمون جمهوری پیشرفت علم و تکنیک 5 جای افتخاری را سزاوار شدند. در این باره رکتور دانشکده حامد هاشمزاده صبح امروز سنه 19 می در دایره چاره‌بینی همایشی جوانان اطلاع داد و تاکید کرد که آزمون مذکور همه ساله از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی گذرانیده می شود. دستاورد دانشجویان دانشکده باشد نشان دهنده خوب بین بیش از 40 مکاتب‌های عالی کشور ارزیابی کرده شد. زیرا در سال تحصیل گذشته نیز دانشجویان در این آزمون سزاوار 5 جای افتخاری شده بودند. هدف اساسی دانشکده این آماده نمودن متخصصان بلند اختصاصی در بازارهای داخلی و خارجی رقابت پذیر در سطح بلند آموزاندن دانش‌های کسبی و اقتصادی و حقوقی، آداب معاشرت کسبی، نه کم از 3-4 زبان‌های خارجی، تکنولوژی اینواتسیونی و اقتصاد رقمی می باشد که کدام جوان‌هایی که به این خصوصیت‌ها سزاوار می باشد ما باوری کامل داریم که در آینده موقع خود را در جامعه می آورد و متخصصی ورزیده سایه خود می گردد. اطلاع داده شد که امروز پایه مادی و تکنیکی دانشکده به طلبات زمان معاصر جوابگو بوده برای دانش آموزی دانشجویان و صفتی تحصیل شرایط ضروری برای آنها فراهم آورده شده است. یکی از هدف اساسی دانشکده هم این تیار نمودن متخصصان ارزنده و در بازار جهانی رقابت پذیر محسوب می شود. در دایره چاره‌بینی همایشی جوانان سردار ریاستی کار با جوانان و ورزشی ولایتی سوخت میرزا قاسم کریمزاده سخنرانی نموده از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایتی رئیس ولایت رجبای احمدزاده دانشجویان و جوانان را به مناسبت ماهواره جوانان تبریک گفت. امروز جوانان ما، ورزشگران ما، دانشجویان ما در همه صنف فعال هستند، موفق هستند، کامیاب هستند. تو فعل این باوری امروز همایش ما بخشیده به روز جوانان تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. یکایک شمایان عزیز، جوانان ارجمند، جوانان صادق، جوانان دوران استقلال را به مناسبت ماهواره جوانان از صمیم قلب تبریک و مبارکباد می نمایم. به هر یک شمایان عزیز پیش از همه صحت، سلامتی، عمر دراز، موفقیت، بردباری، کامیابی های نو به نو را آرزو می کنم. چاره‌بینی همایش جوانان در بینای تعلیمی رقم 3 دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان با اشتراک وسیع مهمانان، دانشجویان فعال و گیرندگان استیپندی رئیس ریاست اتفاق تاجیک مطلوبات دایر گردید. چاره‌بینی با پیشنهاد برنامه کلان فرهنگی ادامه کرد. دانشجویان از روی 13 بخش برآمدی خود را روی صحنه گذاشتند که موضوع بیشتری آن به جوانان بخشیده شد. همه سال سنه 23 می در جمهوری تاجیکستان روز جوانان با تنتنه تجلیل کرده می شود. به این مناسبت در تمام مؤسسه های تعلیمی، دانشکده و کالج های شهر و نواحی ولایت سوخت نیز چاره‌بینی های گوناگون با اشتراک جوانان گذرانیده می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.